یا اختلافاتی داشتن، برای همین اختلافاتشون را بخشدار گفته که نماز جمعه چه روزی خوانده میشه؟ گفتن جمعه. گفته که روز جمعه، گفت جمعه هم بخونید، شنبه هم بخونید. والا گفته که نماز جمعه را روز جمعه هم بخونید، شنبه هم برگزار کن. و این نماز بابا روز عید بوده و پلیس می آمده اینجا دست به گردن میزنه که بابا شما نماز نخونید، نماز عید گناه شما بر گردن ما جواب بدیم. بابا پلیس جمهوری اسلامیه. این نماز عید شما چگونه جلوگیری میکنید؟ نماز جمعه چگونه جلوگیری میکنید؟ بله بوده نماز جمعه، نماز عید در همه جای ایران بوده، ولی نه او اقلیت اهل سنتن که در شهرهای بزرگ ایران مثل تهران بودن، مثل شهرهای دیگه بودن، مشکلات داشتن، مسجد نگذاشتن. و لحظه امروز همه ملت ایران، همه شیعه و سنی، همه ادیان، همه مذاهب، عموم مردم ایران، زنان، جوانان، امروز همه این ملت احساس مشکل میکنن. منم به عنوان خیرخواه و دلسوز برای همه، من غرضی در صحبتایم ندارم، ولی من به مسئولان امر این به صورت یقین میگویم، این به صورت جدی میگن تا نگاه عوض نشه و تا تغییرات در روند گذشته، تغییرات ژرف، تغییرات کلان در این کشور نیاید، من مطمئنم که کشور درست نمیشه.